برای دوخت این کیفای دستمال که از دو طرفش دستمال میتونیم داخلش قرار بدیم، هم جای پد و هم جای دستمال قابل استفاده است، که میتونه دکمه دار هم باشه. این بستگی به خودتون داره دکمه بزنید یا دکمه نزنید. نیاز داریم به 2 تیکه پارچه، حالا میتونه یه رنگ باشه، میتونه آستر داشته باشه، رنگش جدا. من آستر رو جدا زدم. 15 سانت در 45 سانت. حالا بستگی به سایزش میتونیم بلندتر یا کوتاه‌تر در نظر بگیریم، به خودتون بستگی داره. دو طرفش رو دوخت میزنیم، روی خوب قرار میدیم. بعد اینکه سرقائمی زدیم و کامل دو طرف رو دوختیم، به روی خوب برمیگردونیم و دو طرفی رو که دوخت زده بودیم خیلی قشنگ و تمیز اتو میکنیم. اینجا میخوایم جیبا رو درست کنیم. دو طرف رو برمیگردونیم سمت همدیگه. روی خوبی که میخواید بیرون باشه رو داخل قرار بدید، از قسمت آستر برگردونید. خب حالا گیره ها رو، حالا هر گیره‌ای که میخواید استفاده کنید، من از این گیره های تق داشتم استفاده کردم. یک لایه آخر آستر رو وصل نمی کنید، این 3 تا لایه دیگه رو به هم دیگه وصل می کنید. اینجوری دیگه جاش فیکس میمونه و خیالمون راحته که کج در نمیاد. بعد از قسمت آستر برمیگردونید روی اون 3 تا لایه‌ای که به هم دیگه وصل شده. مرتب میکنیم. این 4 تا تیکه رو به هم دیگه سنجاق میکنیم که تکون نخوره و یک طرف رو کامل میدوزیم. برای دوخت حتما حواستون باشه همیشه سرقائمی بزنید و سنجاقا رو از سر راه چرختون بردارید. سوزن چرخ به سوزن سنجاق بخوره، تو که سوزنتون خراب میشه، آسیب میبینه. انتهاش هم سرقائمی بزنید کامل. حالا طرف دیگه کارو باید وسطش رو ندوزیم، یه جای خالی بذاریم برای اینکه بتونیم برگردونیم. من برای اینکه بتونم تگ محصولم رو به اون قسمت وصل کنم، از این قسمت جای خالی گذاشتم که برگردونم. شما میتونید همون اول کار که دو طرف رو دوختیم، پارچه رو با آستر دوختیم، یه قسمت رو جای خالی میذاشتین برای اینکه بعدا از اونجا برگردونید. این بستگی به سلیقتون داره و اینکه کجا میخواین این کار رو انجام بدین. جای خالی که گذاشتیم برای برگردوندن پارچه است، اما این پارچه جاهایی که چند لایه روی هم خورده و سر گوشه هاست، خب سخیمه، باید سبکش کنیم. اونا رو قیچی میکنیم و برمیداریم که یکم سبک بشه. بعد از اون قسمتی که باز گذاشتیم کار رو برمیگردونیم. بعد از اینکه کار رو کامل برگردوندیم، گوشه ها رو هم با نوک قیچی یا هر وسیله‌ای که داریم کامل بیرون میدیم که کارمون خیلی تمیز و شیک باشه. خب گفتم که من برای اینکه تگم رو بزنم به محصول دوخت کنم، از اون قسمت باز گذاشتم و داخلش قرار میدم و روش دوخت میارم. بعد دوختم از داخل میذارم که اگر یه وقت گوشه ها خوب دوخت نخورده بود، حتما کامل از این قسمت ببینید کامل دوخت بخوره و خیالم راحت باشه که بعداً باز نمیشه. اما شما میتونید این قسمت رو کلا دوخت زده باشید و از این لبه هایی که اول کار دوختیم یه قسمت رو خالی گذاشته باشین که از اونجا برگردونین و پس دوز کنین که دیگه مشکلی پیش نیاد. پس دوز کردن هم کار سختی نیست، باید جوری باشه که نه معلوم نباشه از بیرون. حالا اگه بلد نیستین به هم بگین که بعداً فیلمشو بگیرم براتون بذارم. کیف پد ما آماده شده، کیف دستمالمون. میتونید بهش دکمه بزنید. من از این دکمه های 4 پارچه میزنم. شما هم میتونید از این دکمه های نرم ماده‌ای که با دست دوخت میشن، اگه بر خودتون دارید میدوزید، قسمتی که برآمده است و بالا میذارید، قسمتی که فرو رفته است و اونور میذارید و دوخت با نخسوزن میدوزید و از این دکمه پلاستیکی هم میتونید استفاده کنید. مبارکتون باشه. امیدوارم که پرسود باشین.